به نام پروردگار بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمرو خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم رشوه دهنده و رشوه گیرنده را لعنت گفتند. لعنت یعنی محروم بودن از رحمت خداوند. کسی که از رحمت خداوند محروم گشت این دنیا و آخرتش را از دست داده است. پس ای کسانی که به این کار دست میزنید، ای کسانی که مردم را وادار میکنید، مردم را مجبور میکنید که تا به شما رشوه دهند و شما کار آنها را بود کنید، بدانید که شما آخرت خود را از دست داده اید. نخواد که برای پول این دنیا آخرت خود را که ابدی است بفروشید. روز قیامت نه تنها مردم بر ضد شما عرض میکنند، بلکه فرزندان خود شما بر ضد شما عرض کرده میگویند ای پدر، ای مادر، برای چی ما را با رزق حرام تأمین نمودی، حالا که تو باید ما را با رزق حلال تأمین میکردی. بله، هر یک پدر مادر باید فرزندانش را با رزق حلال تأمین کند و از سببی که شما رشوه گرفتید و فرزندان خود را خورانیدید، روز قیامت بر ضد شما فرزندان خود شما عرض میکنند. پس حاضرم وقت است توبه کنید و سوی الله باز بگردید که الله به نهایت توبه پذیر است و بخشیدن را دوست می‌دارد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.